برنامه تحلیلی و خبری رادیو آزادی را من مومین احمدی تقدیم میکنم. سلام بیننده عزیز. امروز 26 سپتامبر است. چند نمونه از گزارش های برنامه. رانندگان تاجیک شکایت دارند که هنگام عبور مرز مقامداران ازبکستان آنها را ساعت‌های طولانی منتظر نگه می‌دارند. یک مرد در قرقیزستان در حضور پسر 10 سالش گوش و بینی همسر سابقش را بریده است. گوش و بینیش را بریده است. این را چگونه میتوان قبول کرد؟ باغداران و دهقانان کلاب میگویند کمبود آب زحمت چند ساله‌شان را برباد می‌دهد. مقامات قبول ندارند. کدام خوجگی دهقانی که با ما شهرنامه طرفین بسته است و طلبات شهرنامه را اجرا میکند هم درخواست آب کردگی است، ما حتما با آنها آب تامین کردگی هستیم. رانندگان تاجیک میگویند بازجویی ماشین‌های بارکش و سبکرو هنگام عبور مرز تاجیکستان و ازبکستان سخت‌تر شده است. آنها میگویند گاه‌ها بازجویان دغلانه رفتار میکنند و ساعت‌ها بیهوده و بهوده صاحبان ماشین و مسافران را انتظار میگذارند. آخر ماه اوگوست در گذرگاه مرزی آیبک در مرز ازبکستان با تاجیکستان مرزبانان ازبکستانی از داخل ماشین بیش از 52 کیلو حشیش و بیشتر از 3 کیلو هروئین یافتند. سبب رفتار سخت را در همین حادثه می‌دانند. رانندگان میگویند تفتیش ماموران ازبک را قبول دارند ولی آنها با این بهانه به سبب ساعت‌ها آنها را منتظر می‌گذارند. امید داداجانوف یک راننده تاجیک و شوکت میرزیایوف رهبر ازبکستان نامه نوشته گفته است نباید با بهانه پیشگیری از قاچاق رانندگان تاجیک اذیت شوند. او گفت خود او تقریبا 10 ساعت انتظار شد تا مرز را عبور کند. очередной طولانی яка ما اولی اینقدر چیام خطی گذشته تو نیستم امی دیدبانگو بچه اومدن شب اومدن گذشته نتونستن سهر در تلفن کردن که ماشین خرید گذشتن میشه ما پیاده میگذاریم همراه ما پیاده گذشتن رفتن نکرد. مرز تاجیکستان و ازبکستان پس از مرگ اسلام کریموف در سال 2017 باز شد و نظام رفت و آمد ساده گشت. این یکی از سبب‌های سپاسگزاری اهالی تاجیکستان به پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیایوف شد. گزارشگران مخصوص و کارشناسان سازمان ملل متحد منتظر پاسخ یک نامه به حکومت تاجیکستان هستند که در آن از سرنوشت خبرنگاران و حامیان حقوق زندانی اظهار نگرانی عمیق شده است. این گروه که برای رعایت حقوق انسان در سراسر جهان کار میکنند در نامه از حکومت تاجیکستان خواستند به اطلاعات و گزارشات درباره پایمال شدن حقوق 9 خبرنگار و بلاگر و فعالان مدنی زندانی روشنی اندازند. نامه هفته گذشته نشر شد. همکارم زرانگیز نوروزشاه به متن نامه شناس شده است. زرانگیز، این گزارشگران دقیقاً کی را در نظر دارند؟ بله مومین، آنها از سرنوشت خبرنگاران و بلاگران عبدالستار پیرمحمدزاده، دلیر امامعلی، عبدالله غربتی، ذوقیبک سعیدامینی، خوشروز جمعیف، وکیلان دفاع منوچهر خالق نظرов، فراموز ایرگاشف و فعال مدنی الفت خانم محمدشایوا اظهار نگرانی کردند. این افراد پس از ماه می سال 2022 در مرافعه‌های اساساً پوشیده به سالهای طولانی زندان محکوم شدند. گزارشگران گفتند حقوق آنها در بسیاری از مرحله‌های تفتیش و محاکمه زیر پا شده است. از جمله دلیر امامعلی را که بلاگ‌های ویدیوییش بیننده زیاد داشت با گناه صاحبکاری غیرقانونی، دروغ پراکنی و عضویت در سازمان ممنوع گروه 24 به 10 سال زندان محکوم کردند. حامیان حقوق میگویند مقامات از او برای گزارش‌های تنقیدیش نقار گرفتند. در نامه از سرنوشت الفت خانم محمدشایوا خبرنگار و حامی حقوق که او را نماینده اقلیت‌های پامیری هم نامیدند اظهار نگرانی عمیق شده است. گزارشگران سازمان ملل از آن متاسفند که حکومت تاجیکستان به نامه‌های پیشینه آنها درباره این بانوی زندانی پاسخ ندادند. الفت خانم محمدشایوا را بعد ناآرامی‌ها در ولایت مختار کوهستان بدخشان در سال 2022 با گناه تشکیل تظاهرات در خاروق و روشان و گناه‌های دیگر به 21 سال زندان محکوم کردند. طرفدارانش میگویند همه اتهامات ساخته و بافته است. گزارشگران مخصوص و کارشناسان سازمان ملل از حکومت تاجیکستان خواستند در مورد این پرونده ها به سوال‌های مشخص پاسخ دهند. سپاس زرانگیز. آیا می شود گفت که این نامه به دست مقامات تاجیکستان رسیده است و پیام اصلی آن چی بوده می تواند؟
بله، نامه حتما باید رسیده باشد مومین، چون هنوز 12 می فرستاده شده است، اما متن آن هفته گذشته چاپ شد و منظور از چاپ شدنش یادآوری است که مقامات باید به آن جواب دهند. پیام اصلی این است که بعضی از این افراد زندانی را غیر قانونی و خودسرانه دستگیر کردند که ضد تمام قانون‌های خود تاجیکستان و معیارهای بین المللی است. از سوی دیگر عیب‌نامه‌های رسمی به مانند افراطگرایی و اکستریمیسم در دادگاه اثبات خود را نیافتند. به قول کارشناسان سازمان ملل، این گونه رفتار مقامات تاجیکستان پیام ترسناک به حامیان حقوق در کشور می‌فرستد که کارشان را باز دارند وگرنه تنبیه سخت می‌گیرند. در نتیجه به گفته مؤلفان نامه، فضا برای فعالیت جامعه مدنی در کشور بسیار تنگ می شود. حکومت تاجیکستان هنوز به این نامه پاسخ نداده است. از لحاظ حقوقی، نامه سازمان ملل بلندترین سطح تنقیدهای حکومت به سرکوبگری دیگراندیشان در حال حاضر است. سازمان‌های دیگری بین المللی همین تنقیدها را کردند و می‌کنند. تشکر زرانگیز. با برنامه خبر دیگر می‌گذاریم. نظامیان اوکراینی ادعا دارند که هفته گذشته در نتیجه حمله موشکی فرمانده فلوت روسیه در بحر سیاه ادمیرال ویکتور ساکالوف و بیش از 30 افسر روس کشته شد. منبع‌های مستقل در این باره چیزی نگفتند. روسیه حمله 22 سپتامبر به قرارگاه فلوت بحر سیاه در شهر اشغال شده سیواستوپل را تصدیق کرد، ولی درباره ساکالوف چیزی نگفت. اخیراً قرارگاه نظامی روسیه در نیم جزیره اشغال شده کریم و کشتی‌های این کشور در بحر سیاه با حمله‌های پیوسته نیروهای اوکراینی مواجه می‌شود. کارشناسان غربی تخمین می‌کنند که این حمله‌ها باعث کاهش عملیات بحری روسیه گردیده است. سازمان دیدبان حقوق بشر از مقامات قرقیزستان دعوت کرده است که حمایت از قربانیان خشونت خانوادگی را بیشتر کند. با این مراجعت حامیان حقوق حادثه تکان دهنده سبب شد که در کنار شهر بیشکک رخ داد. یک مرد در حضور پسر 10 سالش از رشک گوش و بینی همسر سابقش را بریده است. قبلا جبردیده چندین بار از منتظم لطوکوب شدنش به پلیس مراجعت کرده بوده است. همکارم شهلای گلخوجه این گزارش را تهیه کرده است. این خواهر من است و حادثه‌ای که با او رخ داد هیچ به عقلم راست نمی آید. گوش و بینیش را بریده است. این را چگونه می توان قبول کرد؟ نزدیکان اصیل تا هنوز با خبرهایی که در اینترنت از شکنجه شدنش میخوانند باورشان نمی آید. پزشکان میگویند شوهر سابق زن را از 2 عضو مهم بدن، گوش و بینی محروم کرده است. نه ما و نه دکتران پیشگویی کرده نمیتوانیم که این عضوهای مهم بدن بعدی جراحی درست میشوند یا نه. برای این 2 و یا 3 هفته لازم می شود. برای همان گفتند که وضعش وزنین معتدل میماند. جراحی برای نجات اصیل 8 ساعت ادامه کرد. با گفته شاهدان عینی، زن به شرافت یک همسایه‌اش زنده ماند. وی داد و فریاد را شنیده به پلیس زنگ زده است. خویشاوندان میگویند گردن اصیل با کورد بریده شده، خوشبختانه رگ‌های اساسیش آسیب ندیدند. در همین حال نزدیکان این زن 36 ساله قرقیز مطمئنند که از فاجعه پیشگیری کردن امکان داشت. زیرا زورآوری در عائله خیلی بر وقت آغاز یافته بود. به این دلیل اصیل 5 سال پیش از شوهرش جدا شد. اما مرد تمام این سالها او را تعقیب نموده میزده است و تجاوز میکرده است. حادثه پیوسته تکرار میشد. خواهرم را میزد. او به میلیسای محلی مراجعت میکرد. عریضه مینوشت. شوهرش را برده 3 روز محکم میکردند. اما رسا بعد 15 دقیقه از رها شدنش الکی در نزد خانه‌اش پیدا میشد. ضمناً میگفتند که تا نکشد ما پرونده باز نمیکنیم. دفعه آخر کار تا به دادگاه رفت. به شوهر سابق اصیل
5 سال زندان تعیین شد، اما دادگاه او را شرطاً 3 سال از آزادی محروم کرد. اکنون قانونی بودن قرار را دادگاه عالی ارزیابی خواهد کرد. بعد رسانه‌ای شدن این فاجعه، وزیر کارهای داخلی قرقیزستان گفت که قضیه را زیر نظارت خودش میگیرد. در همین حال با گفته نزدیکان، حالا آنها بیشتر نه به عدالت بلکه به سلامتی اسیل توجه دارند. خویشاوندان در شبکه‌های اجتماعی صحیفه را باز کرده توسط آن برای طبابت منبع اسیل مبلغ جمع می‌آورند. در عکس‌های زیاد وی هنوز سالم است و تبسم می‌کند. نزدیکان می‌گویند دیده و دانسته چهره او را نه قبل از زخم و نه بعد از جراحت برداشتنش پنهان نمی‌کنند. خانواده او بر این نظرند که اسیل باید رمز قربانیان خشونت خانوادگی در قرقیزستان گردد. حالا سازمان دیدبانی حقوق بشر از مقامات می‌خواهد مشکلات خشونت خانوادگی را نادیده نگیرند و بحرانی بودن وضعیت را اعتراف کنند. کمبود آب در یک جماعت شهر کلاب به حاصل کار دهقانان زیان رسانده است. باغداران میگویند درخت‌هایشان از بی‌آبی خشک می‌شود. با گفته دهقانان مشکل در آن است که مسئولین جوی‌های آب رسانی را پاک نکردند تا آب به کشتزار و باغ‌هایشان برسد. در این جماعت سالهای گذشته از یک زمین تا 2 بار حاصل می گرفتند ولی امسال امکان نشد. محمود جان رحمتزاده با مقامات ساکنان در این باره صحبت کرد. یگان بار ما آب دادگی لیستیم او خی درخت دادگی لیستیم. به آبی این باغ را به نابودی می کشاند. باغی بابای اسکندر در جماعت ضربداری کلاب. پخت علکه نابود شد. با جای فایده ضرر آورد. اون 5 هکتار زمین دیگه 6 هکتار زمین دیگه خولیه. برای اینو گندم بود، نمو گندم شگرسیم اگر آب که میشید ما میتونیم که اونجا حاصل دیگه کنیم، جیگاری کنیم، دیگه یک محصولات دیگه کنیم. نیست اما چیز موندیم که دیگه چیکار کنیم. این حال را نه تنها باغی بابای اسکندر دارد بلکه وضع دیگر دهقانان هم همین است. دیده می شود در این منطقه کلاب صدها هکتار زمین کشت نشده اند. سبب بی آبی. اما در حکومت کلاب باور دارند تا آخر سپتامبر زمین‌های خالی کشت می شود. برای کشت تکراری پیش بینی شده است اجرای نقشه باشد 10970 هکتار که زیاده از 100% می شود و در بخش اهالی باشد 1315 هکتار زمین کشت تکراری گزارنده شده است. در شهرداری دقیق نگفتند این کشت در کدام جماعت ها انجام شده است. دهقانان جماعت ضربدار بارها از بی‌آبی شکایت کرده اند اما بی نتیجه. همین مشکل بوده است در این منطقه باغ و کشت دهقانان رو به خشکیدن است. بیایم بچشم با نوارد ببینیم که در اصل همین زمین‌های جماعت ضربدار در چه احوالند. گپ جناب عالی میگه که 2 حاصل 3 حاصل بگیرن، ما 1 حاصل گرفتن نمیتونیم. 1 حاصل اینا در بیایم ببینن آو نیست. انا بعد خلق کلاب میگن که نوکرای خلای و خلای. بیایم برین همین آبی که با ما میآید همش همین توالت چه در دلیل همون کانال علاقه دگی. این رود از مرکز شهر کلاب تا جماعت ضربدار می رود. اما کموبی و پر شدن رودخانه در حدود چرمگران پایان راه آن را بسته است. همین باعث شده است که زمین‌های خوجگیداران در جماعت ضربدار به کشت مانده است. خانم نیستان رجبова 3 سال می شود به سوی زمین پرزیدنتیش نرفته است. مثل زمین‌های او قطعه‌های دیگر هم به کشت مانده اند. ما زمین‌های پرزیدنتی داریم، پخته داریم. از اون جمله در زمین پرزیدنتی ما 16 سوتیخ زمین دارم. مدت 3 سال میشه که طرف زمینم نمیره. سوال میگه با چی سبب؟ با اون سبب که در کانال آب نمیاد. از سوخوز نظر از کونشهر از سروزم او میگیرن اما ما را یگون چکلو نمیتن. کدام خوجگی دهقانی که با ما شهرنامه طرفین بسته است و طلبات شهرنامه را اجرا میکند هم درخواست آب کردگی است، ما حتما با آنها آب تامین کردگی هستیم. ولی که خوجگی که شهرنامه بسته است اما طلبات اجرا نکرده است یا که درخواست آب نکرده است ممکن در آنها دیده می شود. با نقل دهقانان تا پشخوری شوروی همه زمین‌های ضربدار کشت می‌شدند. طریق این اساس‌ها از رودخانه به زمین‌ها آب داده می‌شد. بعضی قطعه‌ها که از آب جمع شده رودخانه خورده اند سبزند. زمین‌های دیگر خشک، خالی و بی‌حاصل. جماعت ضربدار از مرکز شهر کلاب 4 کیلومتر فاصله دارد. دهقانانی که از بی‌آبی رنج می‌کشند در پهلوی شاهراه دوشنبه کلاب جای گیرند. با گفته دهقانان هر روز منصبدارانی نیست که از اینجا گذر نکنند. با وجود دیدن زمین‌های بکشت اما با گفته اشان کسی از این حال پرسان نشده است.
маҳмуҷон раҳматзода, озодӣ, заминҳои беоби ҷамоати зарбдори кӯлоб. سپاس از